بریم با هم با برگ سیر یه غذای فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. این سیرای تری که بیرون میخرید و برگاشو دور نریزید تا بهتون یاد بدم یکی از خوشمزه ترین غذاهای گیلانی چطور درست میشه. برگای سیر رو به این صورت خوب با چاقو یا ساتور ریز ریز بکنید، هرچی ریزتر بهتر. بعد داخل تابه حدود 10 دقیقه تفت بدید بدون روغن که آب برگ سیر بخار بشه. بعد با روغن سرخ بکنید تا حدی که رنگش عوض بشه، به این رنگ در بیاد. تقریبا سرخ که شد به هر اندازه که خواستید تخم مرغ بزنید، خوب هم بزنید به این صورت. به همین راحتی، هیچ چیز خاصی نداره ولی فوق العاده خوشمزه است. نوش جان.